با مقصد سنجش آمادگی تکنیک‌ها با موسم نوی کشت‌وکاری بهاری و تامین آغاز سری وقتی کارهای صحرایی در ناحیه جبار رسولوف چاره‌بینی مهمی خط تیاری برگزار گردید. در آن نمایندگان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، بازرسی نظارت دولتی تکنیکی کشاورزی و راهبران خواجگی‌های دهقانی اشتراک نمودند. در دایره این چاره‌بینی خواجگی‌های جمعیتی و دهقانی تکنیک‌های گوناگون تمغه خود را برای قبول دولتی و سنجش آمادگی به معرکه کشت‌وکار پیشنهاد کردند. با نظرداشت اهمیت تامین امنیت عضوقواری و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها، متخصصان ساحه کشاورزی و بازرسی نظارت دولتی تکنیکی کشاورزی در تمام منطقه‌های کشاورزی ولایت حالت کارشایمی مکانیزم‌ها و تکنیک‌های ساحه را مورد سنجش و نظارت قرار می‌دهند. هدف اساسی از چنین تدبیرها تامین آمادگی پوره‌ای تکنیک‌ها، استفاده ثمرناک آنها و سری وقت آغاز گردیدن کارهای صحرایی میباشد. ضمن بازدید از مکانیزم و ماشین‌آلات کشاورزی تاکید گردید که آماده‌سازی سری وقتی تکنیک‌ها، استفاده تخمی‌های خوش‌صفت و رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باید براه مانده شود. محض اجرای با صفت این طلبات امکانیت فراهم می‌آورد که حاصل فراوان و با صفت به دست آورده شود. اطلاع داده شد که در ناحیه جبار رسولوف زیاده از 1000 عدد تکنیکای گوناگون از جمله 487 تراکتوری بین قطاری و 83 تراکتوری شودگار کننده موجود می باشد که برای اجرای سری وقتی کارهای صحرایی سفربر کرده شدند. در ناحیه جبار رسولوف 11600 گکتار زمین کاری آبی می باشد که از آن 1400 گکتارش باغات و دورنمای کشتی پخته باشد 5690 گکتار می باشد. از آن 1200 گکتار کشتی پخته پاتکیلونکا، دورنمای کشتی کارتوشکا باشد 130 گکتار می باشد. در جریان چاره‌بینی همزمان مسئله کشتی زراعت‌های کشاورزی بهاری از جمله کشتی پنبه‌دانه مورد بررسی جدی قرار گرفت. تاکید گردید که برای به دست آوردن حاصل بلند پیش از همه انتخاب تخمی‌های سرحاصل و با اقلیم مطابق و اجرای پروژه کارهای آگروتکنیکی از جمله شودگار، نرمکنی خاک و آبیاری سری وقتی اهمیت کلیدی دارد. مسئولین ناحیه ابراز نمودند که آمادگی در این سمت خوب به راه مانده شده، ذخیره کافی تخمی‌های کشتونده تأمین گردیده است. امروز در ناحیه 487 عدد تراکتورهای گوناگون بوده، 45 عدد تخم پاشک ها موجود، از آن 34 عددش برای کشتی پنبه‌دانه می باشد، 8 عددش برای تخم لوچ کرده. در سمت خرید نمودن تکنیک‌های و ماشین‌آلات‌های کشاورزی امسال 3 زواد پخته تازه کنی عهده‌دار گرفتگی‌اند. 5 عدد تخم پاشک‌های زیر پلانکا و 5 عدد کلتیواتورهای بین قطار 76 خریداری می‌نمایند. در انجام چاره‌بینی مسئولان قید کردند که تکنیک‌های به قبول دولتی پیشنهاد شده با اکومولاتور، چراغ‌های روشنی دهنده و داروقطی‌ها تأمین بوده. صفت تعمیر و آماده‌سازی آنها به طلبات معیاری جوابگو میباشد. ما سال 2026 1800 گکتار زمین برای کشتی پخته و عهده‌داری همه خواجگی دهقانی و علاقه گرفته شدیم و به غیر از کشتی کاری پخته ما 15 گکتار کشتی کارچیکه و عهده‌داری گرفتیم. با دهقانا یک جایه کشتی کارچیکه سر کردیم که علاقه 15 گکتار کارتوشکه کشتی کارش حاضر صحرا سر شد. سال 2026 13000 نهالی سایه افکن و میوه دهنده شنانده شد. 1 گکتار باغ انگور تیار نمودیم که این نوای مرسدس شاهانه از ناحیه ترسونزاده آورده باغ تشکیل کردیم. در فرجام چاره‌بینی مکانیزاتوران پیشقدم و فعالان ساحه با تحفه‌های خاطره‌ای و سپاسنامه‌ها قدردانی گردیدند که این اقدام به بلند گردیدن مسئولیت و هوسمندی کارمندان ساحه مساعدت می‌نماید.